عزیزالله صایبوف رئیس توجیک مطلوبات ولایت ختلان و برادر و عمک دو داماد پرزیدنت تاجیکستان بعد نشر خبری در خانه او زخم کور خوردن یک جوان زن به رادیوی آزادی مصاحبه داده گفته است که آن زن را نمیشناسد و او خودش را کور زده است. به گفته وی آن شام دوم اکتبر از خوجند دوشنبه به خانه‌اش مهمان آمده بود و این زن همراهی که به منزلش وارد شده است نمیداند. این زن را نمیشناسم و برعکس به او کمک کردم که راه زندگیش را یابد. دیگر کس طبع او را خیره کرده این کار را کرده است. خودش در پیش همه کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان همین گپ را گفت. هم یاری کنم و هم گپ شنوم. او بار دوم این کار را کرده بوده است، گفت صایبوف. وی افزود که چگونه گردنش را بریدن زن را به چشم ندیده است و فقط پس از رخ دادن حادثه شاهد شده است. عزیزالله صایبوف همچنین گفت تا هنوز کسی از او در رابطه با این حادثه بیانات نگرفته است. رادیوی آزادی قبلا با تکیه به چند منبع خود در مقامات انتظامی و تندرستی ولایت ختلان خبر داد که یک زن 36 ساله روز دهم اکتبر در یک حادثه مرموز در خانه عزیزالله صایبوف رئیس توجیک مطلوبات ولایت ختلان از گردنش زخم کارد برداشته تازه روز 18 اکتبر از بیمارستان قره‌بالای شهر بختر جواب داده شده است. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این زن شام دوم اکتبر از یک خانه در محله لمناسف شهر بختر به بیمارستان ولایتی معروف به بیمارستان قره‌بالا برده شد. به گفته منابع آزادی این زن از دوستان عزیزالله صایبوف بوده است. خانواده صایبوف با دلیل نزدیکی به امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاص در کشور بخصوص در قسمت وادی وخش ولایت ختلان برخوردارند. دو نماینده این خانواده محمدرضا صایبوف با دختر کلانی پرزیدنت فیروزه و برادرزاده او شمسالله صایبوف با دختر چهارمش پروینه رحمان ازدواج کردند. صایبوف ها صاحب دهها نوع تجارت در تاجیکستانند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر بختر و شرکت فراز که حالا با نام‌های دیگر دهها نوع تجارت را منپول خود کرده است به همین خانواده تعلق دارند.